خدا آن ملت را سروری داد که تقدیرش به دست خویش بنوشت. درود گرم و جوشان ما را بپذیرید همزبانان همزمان دور و نزدیک، هواداران آبادی و آزادی ملت و میهن. خدا آن ملت را سروری داد که تقدیرش به دست خویش بنوشت. و آن ملت سری کار ندارد که دهقانش برای دیگران کشت. ما در موضع قرار داریم که آرزوی هزار ساله های فرزندان ملت بود، از قدیم تا قدیم، و از کتابت، از تاریخ تبری تا امروزه اثرهای در ستایش ملت و میهن پیشنهاد گشته، یعنی تاجیکان باباجان غفورов. و در آینده این عمل ماندگار و تاریخی و کشورسازی ملت‌زا چون مکتبی بزرگی پیش آورد خداوند حکیم و پی قدم استقلال دولت ملی و آزادی و آبادی سرتاسری و کارداری به مثل مانندی سرور دلاگاه و مورد شناس چون پرزیدنت محبوب امروزی ما امام علی رحمان امکانیت فراهم آورده که نوابسته به تمام کمبود و نارسایی های رویارو، خشونت های خرد و بزرگ منطقوی و جهانی و نارسایی های مالی سرتاسری عالم، متخصص تاجیک عمل را پیش گرفت که نظیرش را تاریخ بشریت یاد ندارد و ابرقدرت های از بحر چنین عملها گذشته آن را به یگان دوره دیگر موقوف باقی ماندند. ولی متخصص کشور نوابسته به تمام نارسایی، کمبود و پیشاوردهای زیادی دهشت‌انگیز سیاسی و خشونت‌های سرتاسری عمل را راه اندازی کرد که حکیمان ما هزار ساله ها برای به چنین زمان رسیدن را تصور میکردند، آرزو مینمودند و ایجاد میکردند که پساوندانشان تلاش برای رسیدن به چنین روزها داشته باشند تا اینکه به تمام خرمی های ایجاد کرده انسانیت دست بیابند. ما این معجزه بزرگ رویارو رو چون یک دستاورد بزرگی استقلال، ارمان شکن هزار ساله نام میبریم و همه روزه تلاش به آن میکنیم که تمام عملهای اینجا راه اندازی شده از خردترین تا بزرگترین آنها، یعنی ساخت مورد استفاده قرار گرفتن اگریگات های محتشم، همه روزه حتی روزهای استراحت و عید و ایام هم نواربرداری کنیم، کارکرد و کتابت نماییم و با بایگانی ملت پیشنهاد سازیم تا در آینده پساوندان ما و شما فرزند و نبیره هایمان از این نوارها، از این کتابت و کارکردهای کتابی استفاده برده به خاطر آبادی خاندان خود، زندگی شایسته خویش و پیوندان و باز هم گلگل شکفتن تاجیکستان عزیز سزاوار استفاده برند، تلاش نمایند و برای به قله های رسیدن چون فرموده بزرگان ملت همیشه مسئولیت داشته باشند. زین رو این عمل بزرگ تاریخی و ماندگار و کشورساز دیار میتواند در آینده چون مکتب بزرگی ملت‌زا و کشورساز خدمت بی‌نظیر را به جا آورده تواند. برای همین من شما بیننده های عزیز را
به طور همیشگی به صفحه اجتماعی اینترنتی دعوت می نمایم بیایید اقلا با اندیشه های خیر و نیک خویش در این عمل های سازنده و بنیادی و کشورساز و ملت‌ساز با یک محبت خاصه وطنداری اشتراک کنیم و سهم خود را گذاشته توانیم. سهم و نقش خویش در چنین عمل‌های تاریخی و ماندگار و بنیادی تنها همان نیست که بیل و کلند گرفته ما کوه را هموار کنیم. می توانیم با یک نظر خیر و نیک محبت زا اندیشه های خود را پیشنهاد سازیم که برای راه بلند ساختن بنیادگذاران کاخ نور یا کلی وطندار یگان نقش گذاشته تواند. یک عمل شعله‌دار محبت زای به خاطر آبادی و پیشرفت داشته را در نهاد همزمان خود روشن گردانیم و این یکی از آن عمل‌هایی است که ما و شما در راستای این عملی بزرگی بنیادی و تاریخی و کشورساز ملت‌زا سهم داشته می‌تواند. برای همین من شما را به میدان سازندگی‌های بزرگی زمان به راغون آوازه‌دار می‌خوانم و بیایید همراه شاهد آن باشیم که در چنین یک زمان پر از نورسایی و کمبودی‌های دور و نزدیک و خشونت‌های خرد و بزرگ حکومت جمهوری تاجیکستان چنین عمل را پیش گرفت و در اینجا ما مسئولیت در روی این عمل بنیادی و سازنده تاریخی توانیم با یک محبت سازنده رو به رشد و آبادی اقلا یک سهم خود را گذاشته توانیم.